سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز 23 اپریل همراه شما. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان از مردم خواست به گفته او در این تحولات پیچیده در عرصه بین المللی هوشیار باشند. او در پیامش در روز 23 اپریل عمدتاً درباره سیاست داخلی تاجیکستان سخن گفت و وعده داد که سرمایه‌گذاری به بخش‌های اجتماعی و کمک به صاحبکاران را صدها میلیون سومانی زیاد می‌کند. امامعلی رحمان سیاست‌های آینده خارجی تاجیکستان را توضیح داد و گفت همکاری با کشورهای آسیای مرکزی و منطقه در اولویت خواهد بود و خواستار تقویت همکاری‌ها با روسیه شد. رشد و گسترش میانبعده روابط همه‌جانبه سودمند با این کشور استوارتر و عمیق‌تر نمودن پیوندهای اقتصادی و علاقه‌های فرهنگی، قوی‌تر ساختن همکاری‌های سیاسی و نظامی و تکنیکی با این دولت دوست از سمت‌های افضلیت‌ناک روابط تاجیکستان با روسیه است و چنین خواهد بود. امامعلی رحمان همچنین نیروگاه برق آبی راغون را یک طرح سرنوشت ساز برای تاجیکستان خواند و گفت ارزیابی بین المللی این طرح که ازبکستان به اجرای آن مخالف است تابستان امسال تکمیل می شود. بعد انتخاب دیگر باره به مقام رئیس جمهور در ماه نوامبر سال گذشته این اولین پیام امامعلی رحمان به پارلمان بود و همکارم شهلای گل خواجه پیام و سخنرانی کامل امامعلی رحمان را امروز پیگیری کرد و درباره نکات اصلی پیام با شهلا صحبت کردیم. شهلا، در پیام رئیس جمهور چه تازگی ها بود یا پیام مثل تکرار پیام های پیشینه؟ پیام رئیس جمهور میتوان گفت که اکثرا تکرار پیام های گذشته بود و رئیس جمهور بیشتر دایر به مسائل داخلی تاجیکستان صحبت کرد. او گفت که سرمایه گذاری به بخش‌های مهم اجتماعی بالا برده می شود و تا چند سال دیگر تحصیل در کشور به معیارهای جهانی موافق کرده خواهد شد. او همچنین وعده داد که برای دستگیری صاحبکاران در تاجیکستان تا 7 سال آینده از حساب بودجه 1 میلیارد سومانی اختصاص داده می شود. امامعلی رحمان همچنین گفت که از مالیات از فایده در تاجیکستان از سال آینده کم کرده می شود و آن را از سال 2017 کاملا از بین میبرند. رئیس جمهور دیگر باره نیروگاه راغون را یک طرح حیاتی خواند و گفت که ساختمان آن باید تکمیل شود. به نظر شما شهلا در پیام علامت‌هایی بود که نشان بدهد سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و یا سیاست خارجی تاجیکستان در آینده تغییر می‌کند؟ نکات پیام رئیس جمهور درباره سیاست خارجی تاجیکستان شبیه سخنرانیش در مراسم افتتاح بنای نو وزارت امور خارجه در سال گذشته بود و او از جمله به ضرورت تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با روسیه تاکید کرد. و روسیه را شریک اساسی استراتژی تاجیکستان نامید و گفت که همکاری‌های سیاسی و نظامی کشورش را با روسیه باید مستحکم شود. امامعلی رحمان همچنین گفت که توسعه همکاری‌ها با چین، کشورهای اقیانوسیه و آمریکا از اولویت‌های سیاست خارجی خواهد بود. و شهلا، ضمناً رئیس جمهور درباره صرفه‌جویی در میان مردم صحبت کرد. میتواند در این باره جزئیات بیشتر بدهید؟ بله طاهر، امامعلی رحمان به پارلمان گفت که در 10 سال اخیر اهالی تاجیکستان 15 میلیارد سومانی برای خرید تلویزیون و مبل و یخدان صرف کردند و تنها در سال 2013 اهالی کشور به مبلغ 1.4 میلیارد سومانی ماشین‌های سبک‌رو خریداری کردند و مبلغ 1.7 میلیارد سومانی را برای صحبت کردن در تلفن‌های موبیلی پرداخت کردند. آقای رحمان با نگرانی از این خراجات مردم را به صرفه‌کاری دعوت کرد. تشکر. همکارم شهلای گل خواجه از دوشنبه صحبت می‌کرد. بانک ملی تاجیکستان میگوید پس‌اندازهای اهالی در بانک‌های کشور در 3 ماه گذشته افزایش یافته است که علامتی از بالا رفتن باوری مردم به بانک است. بانک ملی با نشر یک بیانیه کتبی گفت بقیه پس‌اندازهای اهالی در بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی دیگر در آخر ماه مارس تقریباً 5 میلیارد و 650 میلیون سومانی را تشکیل داده است که نظر به 3 ماهی سال 2013 هم 13.5% زیاد است. تحلیل بقیه حجم پس‌اندازها نشان داد که 32 از 6% یا خود 1 میلیارد و 840 میلیون سومانی را پس‌اندازهای شخصان حقوقی و 4% یا خود یا 3 میلیارد و 807 میلیون سومانی را پس‌اندازهای شخصان واقعی تشکیل نمودند. در ماه‌های ینور مارس سال روان فایزهای 90 با پول ملی 15.49% و با اسعار خارجی 12.11% فایزها را تشکیل نمودند.
در تاجیکستان تا چند سال گذشته اکثریت مردم پس‌اندازهای خود را یا در صندوق و یا زیر بالیش نگه می داشتند، زیرا باور نداشتند که می توانند در صورت ضرورت پس‌انداز خود را از بانک ها بگیرند. در تاجیکستان هرچند لختک‌های چینی تمامی بازارهای کشور را پر کردند، اما نتوانستند جای لختک‌های دستساخت هنرمندان داخلی را بگیرند، از جمله جای لختک‌های فیروزه سلیمانووا را که 15 سال باز لختک می‌سازد. فیروزه میگوید لختک‌هایی که او می‌سازد عمدتاً در نمایشگاه‌ها به فروش می‌گذارند، ولی سال به سال توجه به لختک‌های کاسبان تاجیکستان کمتر می‌شود. روزهای اول کم تردد سه کشه ساختند مشکلی بود. بعد وقت حاضر من همین در یک روزم میتونم که دو کشه دختر تمام یک تا کشه متوقع همشون دستی کو دست من دست در یک روز دو تا توقی یک تا سه توقی هم مثال وقت میشه که این هم میدوزیم. و داستانی کاملی رو به لختک سازی آوردن فیروزه سلیمانووا با اخبار دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.